سلام خدمت همگی شما دوستان عزیز، من ابوالفضلم و امروز میخوایم با هم یه بخش جدید به چنل اضافه بکنیم، بخشی تحت عنوان آموزش زبان آلمانی. تو این بخش ما قراره که با استفاده از این وبسایت بوسو شروع کنیم به یادگیری زبان آلمانی. من میخوام سعی بکنم با استفاده از این وبسایت از مبحث آیک شروع بکنم و هر چقدر که خودم جلوتر میرم تو این وبسایت هم جلوتر بریم و انشالله اگه بتونیم طی حدودا 6 ماه برسونیمش به بتسوای. پس سعی خودمون رو میکنیم که با استفاده از این وبسایت بریم تا مدرک B2 رو بگیریم. یه وبسایت دیگه هم به جز بوسو اگه بخوام بهتون معرفی بکنم وبسایت دولینگو هست. این وبسایت هم وبسایت خوبیه، ولی خب مزیتی که وبسایت بوسو نسبت به وبسایت دولینگو داره اینه که اینجا ما یه چیزی داریم تحت عنوان کامیونیتی، یه بخشی داریم تحت عنوان کامیونیتی که این بخش به ما کمک میکنه که بتونیم با بقیه افرادی که به زبان آلمانی صحبت میکنن و زبان مادریشون زبان آلمانی هست در ارتباط باشیم و همه اون تمرینامون رو براشون بفرستیم، ارسال بکنیم و اونها چک میکنن و یه جورایی یک در واقع تعاملی داریم با افرادی که زبان مادریشون زبانی هست که ما میخوایم یاد بگیریم. خب من از همین اول اومدم اصلا اینجا یه حساب کاربری بسازم و اصلا بگیم که چجوری باید وارد این وبسایت بشیم. خب تو پارت اولم من وبکمم فعال نیست و سعی میکنم که پارت‌های بعدی وبکم رو فعال بکنم و هر روز سعی میکنم یه ویدیو در این رابطه با هم دیگه داشته باشیم. حتما اگه سوالی داشتید بخشی رو متوجه نشدید برام کامنت بکنید، چون قرار توضیح بدم. حالا جدا از اینکه خود این وبسایت کارش آموزشه، منم اگه نکته اضافه‌ای به ذهنم برسه من شروع میکنم به توضیح دادن. و یه نکته هم بگم، من سری کتاب های منشن رو شروع کردم به خوندن و انشالله وقتی که وبکم رو فعال بکنم کتاباشم نشونتون میدم. اگه دوست داشتید میتونید اون سری رو هم خریداری بکنید. البته سری های زیادی هست، صرفا به این معنی نیست که حتما باید منشن رو خریداری بکنید. بهتون نشون میدم. حالا انشالله وارد یه سری وبسایت های خرید کتاب هم میشیم، اونجا با هم کتابا رو بررسی میکنیم، اصلا نگران نباشید. خب من ساین اپ رو میزنم، بریم که یه ثبت نامی داخل این وبسایت داشته باشیم. بچه‌ها این نکته همین اول بگم، وی پی ان تون فعال باشه حتما. من از یه اکستنشن دارم استفاده میکنم که لینکش تو دیسکریپشن هست، اگه دوست داشتین از این میتونید استفاده بکنید. اگرم نخواستین وی پی ان مورد نظر خودتون استفاده کنید. در صورت این وبسایت فیلتره و نه از طرف ایران بلکه از طرف اتحادیه اروپا به خاطر تحریم ها. خب بریم ببینیم که چیکار باید بکنیم. خب گفته که چه زبانی رو دوست داری یاد بگیری. خب ما صرفا آلمانی رو قرار یاد بگیریم. میگه که با حساب گوگلت میخوای وارد بشی. منم میگم آره. یکی از حسابای گوگلم رو حالا انتخاب میکنم. اوکیه، بسیار عالی. خب میگه که چرا داری این زبان رو اصلا یاد میگیری؟ برای مثلا تحصیلات، برای فان و سرگرمیه، مثلا برای دوستانه؟ من میگم برای کاره. خب میگه که چقدر میخوای وقت بذاری. ما ویدیوامون رو سعی میکنیم بین 10 تا 15 دقیقه نگه داریم که شما زیاد خسته نشید و روندش مهم اینه که بچه‌ها استمرار داشته باشید. مهم این نیست که یه روز 2 ساعت بخونید بعد مثلا یه روز نخونید. شما اگه هر روز 10 دقیقه بخونید خیلی تاثیرش بیشتره تا اینکه مثلا هفته 2 روز بخونید و اون وقت مثلا چه میدونم روزی 1 ساعت بخونید. اون فایده ای نداره. شما اگه روزی 10 دقیقه بخونید خیلی بیشتره تاثیرش. پس استمرار داشته باشید. زمان الکی زیاد بردن قرار نیست شما رو موفق کنه. من یه مقدار جرمن میدونم ولی میخوام با این پیش فرض برم جلو که اصلا هیچی نمیدونم. بریم که شروع بکنیم. Start the first lesson. خب هالو به معنای هلو انگلیسی هست و یه چیزی هم بگم، یک مقداری که بریم جلوتر با در واقع گویش های دیگه آلمانی هم آشنا میشید. حالا اینکه چرا چند نوع آلمانی ما داریم رو جلوتر بهتون میگم، به خاطر اینکه یه کشور فدراله، بعد ایالته، بعد مثلا هر قسمتی یه جوری صحبت میکنن. حالا یه ذره بریم جلوتر متوجه میشین مدل‌های مختلف داره. هالو. خب میگه که هالو رو انتخاب بکنید بین اینا کدومش درسته. من هالو رو انتخاب میکنم. اینجا میاد براتون توضیح هم میده. خب اینجا داره به اون میگه که یکی از رایج ترین در واقع تبریک ها یا حالا سلام گفتن ها توی زبان آلمانی هستش و خب بله دیگه. Hi.
خب های یه مدل دیگه Hi, شه که Patrick. با زبان انگلیسی آنچنان تفاوتی نداره. ما تو زبان انگلیسی هم داریم این رو. میگه همون مدل در واقع خودمونی تره حالا هست. پس اگر یه جایی بودید که خیلی مثلا با طرف دوست بودید یا رفیقتون بود، میتونید از این روش هم استفاده بکنید. Tschüss. چیوس هم به همین شکل. چیوس هم برای در واقع موقعیت‌های غیر رسمی هست. یعنی اگر شما با رئیستون دارید صحبت میکنید دفعه نگید چیوس. چیوس برای موقعیت‌هایی هستش که شما با دوستان صمیمیتون بیرون هستید و برای خداحافظی میگید چیوس. یه چیزی هم بگم، یه نکته بهتون بگم، ما قراره تو یه ویدیوی جداگونه تمامی حروف الفبای آلمانی رو بشینیم با همدیگه بررسی کنیم و یه سری از حروف در کنار همدیگه که قرار میگیرن صداهای خاصی رو تولید میکنن. به عنوان مثال الان اینجا TSCH رو که میبینید صدای چ میده. اوکی، پس این تی خونده نمیشه، من میگم چوس، من تی رو اصلا نمیخونم، پس این کلا صدای چ میده. این یویی که بالاش دوتا نقطه هست که حالا ما جلوتر میرسیم بهش، او اوملات هستش، این صدای او میده، چوس. دوتا اس هم در کنار هم دیگه صدای سه میده. Tschüss یوحنا. خب از بین این دوتا باید چوس رو انتخاب بکنیم. مشخصه که این هستش. خب میگه که دارم میگم آفرین، این فرمال هستش، یعنی یک روش خدا نگهداری غیر رسمیه. فرمال نیست، این فرماله، یعنی که توی ادارات و اینها نباید بگید چوس. خب ما اولین درسمون کامل شد، ولی ما سعی میکنیم که یه چپتر رو توی هر ویدیو بریم جلو. من سعی میکنم همه نکاتش رو بهتون بگم. خب اینم داره میگه دیگه، بحث استمرار اینجا مشخصه و اینکه هر روز سعی بکنید که به این برنامه بیایید و خودتون رو محک بزنید. خب من الان میگه که تو دوتا شیلد داری، در واقع پوینت هم رو بگیرم، ولی اینا زیاد مهم نیست. اگه هدفتون یادگیریه مهم نیست. اینجا میخواد چون این مقداری شکل بازی بهش بده، خورده داره به این شکل عمل میکنه. خب میگه که اگه میخوای اینجا بزن در واقع نوتیفیکیشن بیاد برات که ریمایند بشه برات، به این معنی که مثلا تو الان مثلا 3 روز نیومدی تو وبسایت، بیا کامان بیا و شروع کن به یادگیری، و این برای ریمایندره. من نیازی بهش ندارم، عملا می نویسم میزنم maybe later. پس شما اگه نیاز دارین حتما این رو بزنید. خب میگه نسخه پریمیومو که بخرید بهتر یاد میگیرید. هم آره هم نه. نسخه پریمیومش من قبلا خریدم، حالا انشالله داخل اون یکی اکانتم که بشم بهتون نشون میدم تفاوتاش چیه. نسخه پریمیوم یه سری قابلیت میده به ما. یک، ریکپ. ریکپ ها چیا هستن؟ ریکپ ها در واقع خلاصه هایی از اون درس هستن، از اون چپتر هستن. یه چپتر رو که شما تمام میکنی یه خلاصه به شما از اون چپتر میده توی یه فایل PDF. خب این خیلی خوبه برای کسایی که میخوان برن امتحان بدن، برای کسایی که میخوان مرور کنن خیلی خوبه ریکپ ها، برای اینکه توی مثلا 10 دقیقه 12 تا چپتر رو شما ریکپ میکنین و خیلی خوبه. ولی یه سری نکات منفی هم داره. مثلا یه سری از تمرین ها مختص کسایی که پریمیوم ندارن و اون تمرین ها رو میاد حذف میکنه که شما زودتر مثلا برید بالا، ولی به نظر من تمرین بیشتره که شما رو قوی میکنه، نه زودتر رسیدن به جایی. پس من توصیه میکنم فعلا پریمیوم نخرید. هر وقت که 13-14 تا چپتر رفتید جلو، اون موقع پریمیومش رو بخرید که ریکپ ها رو بهش دسترسی پیدا بکنید. البته یه نقطه مثبت دیگه هم که داره، یه قسمتی ما داریم توی این وبسایت به نام ریویوز که اشتباهاتتون رو میتونید تمرین کنین، که اون فقط مختص پریمیوم هست و خیلی نکته مهمیه. از یه خورده رفتین جلو پریمیوم رو حتما خریداری بکنین، ولی برای فعلا اول کار اصلا نیازی بهش نیست. خب من نو تhanks رو میزنم چون فعلا اصلا نمیخوایم خریداری کنیم. خب الان اومدیم وارد محیط رسمی این وبسایت شدیم. اولین در واقع لسنمون رو رفتیم. ببینید هر چپتر 4-5 تا لسنه، به اینجا چک پوینت که برسید چپتر بعدی شروع میشه. ما قراره امروز تا اینجا بریم. حالا یه نکته جالب این که اینجا اومده با تمام سطرها رو براتون نوشته. الان مثلا ما A1 هستیم. A1 برید پایین میبینید چند تا چپتر
الان خود آیه 17 تا چپتره که بعد از 17 تا چپتر اگه شما نسخه پریمیوم رو خریداری کرده باشید میتونید اینجا بیاید و امتحان بدید و مدرکی رو از طریق وبسایت بوسو دریافت کنید. اما این نکته بگم، اگه هدفتون از یادگیری زبان آلمانی اینه که شما برید مهاجرت کنید به کشور آلمان، این مدرک هیچ گونه اعتبار خاصی نداره. حتما باید از مدارک رسمی استفاده بکنید مثل گوته و حالا مراکزی هست داخل ایران که شما امتحان میدید و حالا هزینه‌اش مقداری بالا هست، ولی خب اگه بلد باشید زبان رو واقعا ارزش داره. پس این مدرک قرار نیست شما رو برای کشور آلمان آماده بکنه، اما برای اینکه یه امتحانی داده باشید، یه محکی زده باشید خودتون رو، خوبه. حالا برای یه چیزی هم بگم، برای امتحان گوته هم حواستون باشه که یه سری کتاب هایی هست که تستای گوته توشه، اونا رو حتما برید تست بزنید. یعنی برید قبل از اینکه امتحان اصلی رو بدید یه سری امتحانای مقدماتی و آماده سازی هست، اونا رو حتما برید انجام بدید، بعد برید امتحان اصلی رو بدید. یه دفعه نرید امتحان اصلی رو بدید و اصلا سورپرایز میشید با سوالا. خب بریم بالا، بریم همون چپتر 1. اوکی. introducing yourself یعنی که خودتو معرفی بکنی. برای معرفی چجوری باید تو زبان آلمانی کار بکنی؟ خب من تو اینجا یه ریکپ بهتون بدم چیزایی که ما یاد گرفتیم. یکی هلو بود به معنای سلام، یک چوس بود به معنای خداحافظ، و یکی های بود که همون هلو بود منتها به در واقع روش مخفف. پس ما الان اینا رو یاد گرفتیم تا اینجای کار. میریم که خودمون رو معرفی کنیم. let's go. خب تو نسخه رایگان یه چیزی هم که شما دارین تبلیغاتش هم بوده 15 ثانیه است، ولی به نظر من ارزش داره که فعلا خریداریش نکنین نسخه پریمیوم رو. 15 ثانیه هیچی نیست، اشکالی نداره، بذارید تبلیغ براتون پخش بشه، مشکلی نیست. من الان دارم از طریق وبسایت این کارو میکنم، شما با اپلیکیشن هم میتونید. اگر با گوشی دارید میبینید ویدیو رو، اپلیکیشن بوتسو رو هم بعدا میتونید دانلود بکنید و از طریق اپلیکیشنش هم باید همین کارو بکنید. البته بگم بازم VPN لازم دارید. خب ich heiße الکساندرا. یه نکته مهم بهتون بگم، ich به معنای من هست، heiße به معنای my name میشه، در واقع name هست. heiß معنای name هست. اگه من الان اینو ترنسلیت براتون انجام بدم، نام، میبینید نام. پس ich heiße یعنی نام من هست. حالا این ای که آخرش اومده ضمیر رو مشخص میکنه. اوکی؟ یعنی که اگر شما اصلا این رو بهتون جا خالی داده بود، نمیدونستین که باید ایش بذارین یا نه، این ای به معنای نامم یعنی نام من، ضمیر مفرد اول شخص من. پس این ای مشخص میکنه. جلوتر که بریم اینا رو همه رو براتون کامل توضیح میدم. الان اگه یه خورده گیج شدین نگران نباشین. ببینید الان یه ایش داریم که به معنای منه، یه دونه هایسه داریم که به معنای نام منه که اینم اسم خودش حالا الکساندرا رو اینجا گفته. خب کانتینیو. Hallo, ich heiße Christiane. خب میگه سلام، نام من هست فلان. خب ایش هایسه باید بگیم. حالا یه سوال دیگه پیش میاد، این حرفی که اینجا هست این یعنی چی؟ این چرا به این شکل نوشته شده؟ این حرف به معنای است هست، بهش است هم میگن، در واقع صدای سه میده، منتها توی یه سری کلمه های خاص به کار میره. اینجا هم اگه میبینید میگه ایش هایسه، شما میگید چرا میگه های وقتی اصلا در واقع آی وجود نداره. اینجا ای آی به معنای آی هست. توی زبان آلمانی ای آی هر جا دیدید به معنای آی هست. پس اینجا میشه ایش هایسه. پس ای آی به معنای آی هست، این است هم که به معنای صدای اس بود، این هم که ایه که میاد آخرش میشه ایش هایسه. ایش هایسه کریستیانه، به این معنی که اسم من کریستیانه هست. خب اینجا هم خودش داره میگه، اینجا میگه که we can spell هایسه or هایسه. میبینید دوتا اس گذاشته جاش، میگه فرقی نداره تقریبا، و میگه که برای دوتا اس به کار میره، به جای دوتا اس از این حرف ما استفاده میکنیم. Ich bin Felix. خب ich bin با ich heiße یه تفاوت کوچولو داره، همون معنی رو میده، اما اینجا نمیگه اسم من هست، میگه من هستم. ich bin به معنای من هستم، مثل اینکه بگیم I am، این به معنای am هست، یعنی من هستم، نمیگه نام من هست، میگه من هستم، همون معنی رو میده. خب ولی به یه روش دیگه داره میگه. اینجا میگفته I'm Felix. ich bin
Ich bin Bernhard. اوکی خب میگه که اینجا جای خالی رو باید پر بکنم. آی که خب به معنی انگلیسیشه، ما داریم آلمانی یاد میگیریم، پس ایش میشه. Ich bin. Ich means I، یعنی که ایش به معنی I هست. Ich heiße Heidi. Ich bin Thomas. خب میگه که we can say ich heiße or ich bin to introduce ourselves. میگه که ما میتونیم برای معرفی خودمون از ich heiße یا ich bin استفاده بکنیم. بچه یه چیزی هم بگم، این صدای ش نمیده، صدای ش میده. من انشالله وقتی که بتونم وبکم رو وصل بکنم دقیقاً براتون توضیح میدم که اصلا اینا چجوریه مدل تلفظش. مقداری اگه میبینی من خاص ایش رو تلفظ میکنم و نمیگم ایش، میگم ایش، به معنی این که شما باید زبونتون بین دوتا دندون جلویتون قرار بگیره و بتونید اینو درست تلفظ بکنید. پس آره به این شکل هستش. این دوتا هم یه معنی میده. اینجا هم داره میگه آیا این درسته که من از هر دوتاش میتونم استفاده بکنم، از ich heiße یا ich bin، و درسته، بله true. خب میگه که هایدی و توماس دارن خودشون رو معرفی میکنن و درسته، هیچ فرقی هم نداره. Freut mich. خب یه نکته راجع به زبان آلمانی بهتون بگم که آر توی زبان آلمانی صدای غ میده. غ یه غی هستش که از در واقع ته حلقتون میاد بیرون. خب فقایت میش. چرا من میگم فقایت میش؟ اوی کجاست اینجا؟ ایو اینجا صدای اوی میده. فقایت میش، فقایت میش. این سیچ هم که مثل همون ایش بین بود که بهتون گفتم. فقایت میش. Nice to meet you یعنی از دیدنت خوشحالم. توی زبان آلمانی اگه بخوایم بگیم nice to meet you میگیم freut mich. Freut mich. خب اینجا باید انتخاب بکنید بچه، برای اینکه بتونید املای اینها رو هم خوب یاد بگیرید یه دفتر بذارید کنارتون، بعضی از کلمات رو بنویسید، واقعا کمک میکنه. خب گفته که بعد از اینکه یه نفر به شما میگه که اسمش چی هست، شما میتونید بگید freut mich، به معنی اینکه nice to meet you، از دیدن شما خیلی خوشبختم. بعد گفته که توی مکالمات به این شکل باید ازش استفاده بکنید. خب دوتا کلمه پایینی رو هم ما یه مروری داشته باشیم، tschüss، hello، و هر دوتاشون رو هم توی بخش قبلی خوندیم. Freut mich. Ich bin Tristan. اوکی خب از بین اینا باید الان من انتخاب بکنم، جمله رو کامل کنم، جمله رو یه بار دیگه با هم گوش کنیم. بچه‌ها ببینین این ویدیوهایی که پر شدن همه تو آلمان پر شدن و با زبان مادری آلمانی داره صحبت میشه. خیلی خیلی روی اسپیکینگ شما میتونه تاثیر بذاره که شما در واقع تلفظ درست رو یاد بگیرید. دلیلی که ما از این وبسایت داریم استفاده میکنیم یکی از بزرگترین دلایلش همینه. وبسایت دوینگو وبسایت خوبیه، ولی این وبسایت باگی که داره اینه که از ترنسلیتور داره استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی صدایی که شما میشنوی که از روی متن ها براتون میخونه صدای آدم واقعی نیست، صدای ماشینی هستش و خب این در واقع بعضی موقع ها باعث میشه که شما یه مقداری اشتباه یاد بگیرید لهجهشون رو. پس سعی بکنید که از بوسو استفاده بکنید. یه بار دیگه من این ویدیو رو میذارم با هم گوش کنیم. Freut mich. Ich bin Tristan. Ich bin Tristan. خب اول من باید freut mich رو کامل کنم. اینجا این میشه، اینجا میگه ich bin. ich bin بچه ها به هم نچسبیده، دو تا حرف مختلفه، دو تا کلمه مختلفه. ich bin. ich به معنی من، bin به معنی هستم. ich bin. پس شماره 3 میشه. خب میگه nice to meet you, I am Tristan. خب میگه که معنی freut mich میتونیم اینجوری بگیم که من رو خوشحال میکنه که شما رو شناختم، همون از دیدن شما خوشبختم دیگه. خب ما الان درس دوم رو هم کامل کردیم، 100% درست گفتیم و مشکلی هم نبود. خب مثلا یه سری چالش هم براتون میذاره. الان چالشی که برای من گذاشته اینه که 3 تا درس رو توی روز کامل کنیم. ما برامون مهم نیست، ما یه چپتر میریم جلو در روز. حالا بریم بپرسیم از یه نفر اسمت چیه، what's your name و اینجور چیزا. Wie heißt du? Wie heißt du به معنی این که what's your name. خب دوستان دو تا کلمه ما داریم الان اینجا که جدیدن. یک وی به معنی what's هستش و یک کلمه سوالی به حساب میاد. خیلی از کلمات سوالی مثل زبان انگلیسی که با W شروع میشه یا W شروع میشه اینجا هم همین جوری هستش، با و شروع میشه. حالا من اینو جلوتر بهتون میگم، ما
اینجا W نمیگیم به این، بهش میگیم و. بعد کلمه بعدیتون do هست که به جای ایش اومده. do به معنای تو هست. پس ما الان 2 تا ضمیر یاد گرفتیم، یکی من به معنای ایش، یکی تو به معنای do. پس وقتی میگه wie heißt du یعنی اسم تو چی هست یا نام شما چیست. اینجا ما میزنیم فارسیشو ببینیم اسم چیه. Ich heiße Bernhard. Wie heißt du? خب میگه اسم من برنارد، اسم شما چی هست. خب wie heißt du رو الان من باید انتخاب بکنم. wie heißt یه دونه ضمیر کم داره پس این غلطه. wie heißt du. خب اینجا گفته که do means you singular به معنای اینکه ضمیر مفرد به حساب میاد و داره میگه که do به معنای تو هست. خب من اینو قبلش گفتم خودم. Wie heißt du? خب اینجا بعد انگلیسیش رو انتخاب بکنیم بچه‌ها. wie heißt du به معنای what's your name هست، پس این میشه. این دوتا رو اگه بخوایم آلمانیشو بگیم چی باید بگیم؟ شما بگین choose. درسته؟ این یکی چی بود؟ freut mich. درسته. این یکی چی بود؟ wie heißt du. خب میریم جلو. Wie heißt du? wie heißt du. اینجوری باید کاملش بکنید، دونه دونه باید انتخاب بکنید تا کامل شه. خب اینجا هم داره یه اشاره دوباره میکنه. اینجا این بی نیست بچه‌ها، این یک حرفیه که فقط تو زبان آلمانی هست به معنای است و به معنای 2 تا اس هست. اینجا بی نیست. این یه وقت با بی بزرگ اشتباهش نگیرید، یه حرف جداگونه است کلا. Freut mich, ich bin Felix. خب اینجا الان خیلی قشنگ گفت. ببینید چقدر سریع داره آلمانی صحبت میکنه و ما یک بار دیگه این رو پلی میکنیم. شما انشالله وقتی که مسلط بشید اگه بخواید مهاجرت بکنید به آلمان باید اینجوری صحبت بکنید و سعی بکنید که از الان در واقع اسپیکینگتون رو قوی بکنید. Freut mich, ich bin Felix. نایس. خب freut mich رو ما باید کامل بکنیم اینجا که این میشه freut mich. خب اینجا هم داره میگه EU توی freut mich صدای اوی میده. اینم که حالا من کلی قبلتر بهتون گفتم، توضیحشو دادم. آرم که صدای ق میداد، EU صدای اوی میداد، freut mich. خب Freut mich auch. یه کلمه‌ای داریم به نام auch. این که از 2 تا قسمت تشکیل شده. یکی AU که صدای او میده، یکی CH. مگه نگفتیم صدای ش میده؟ پس چرا اینجا میگه auch؟ وقتی که قبل از CH کلمات صداداری مثل A, U اینها بیاد این صدای خ میده. پس اینجا میشه auch به معنای تو هست توی زبان انگلیسی، یعنی به همچنین. مثلا میگه که منم خوشبختم از دیدنتون به همچنین، به این معنی. و این کلمه پس به معنای تو هست توی زبان انگلیسی که حالا فارسیش هم میشه همچنین. freut mich auch یعنی منم از دیدنت خوشبختم به همچنین، این شکل. Freut mich. Freut mich auch. اینجا پس حواستون باشه گایز، 2 تا قسمت شد، یکی او یکی خ. چرا صدای خ میداد؟ چون قبلش حرف صدادار بود. هر جا قبل از CH حرف صدادار باشه صدای خ میده. اینجا هم خب یو داریم معلومه دیگه. خب اینجا هم میگه که auch means to، یعنی که کلمه auch معنای تو در زبان انگلیسیه که گفتم اینم. Freut mich خب اینجا auch. باید این جمله رو کامل کنیم. یه بار گوش کنیم. Freut mich auch. Freut mich auch. خب میگه که you can reply freut mich by saying freut mich auch. به این معنی که شما در جواب freut mich میتونید بگید freut mich auch، یعنی من هم از دیدنت خوشحالم، به این شکل. Wie heißt du? Ich heiße Lisa. Freut mich. Freut mich خب این auch. مکالمه رو بچه گوش بدید. میگه که the woman is saying nice to meet you too. باید ببینید که آیا خانوم داره میگه که freut mich auch یا آقا داره میگه. اگه درست بود که خانوم داره میگه true رو باید بزنیم. یه بار دیگه گوش کنیم. Wie heißt du? Ich heiße Lisa. Freut mich. Freut mich auch. همونجا که شنیدین خانوم گفتش که freut mich auch. پس من اینجا میتونم الان true رو تیک بزنم. خب دوستان یه مکالمه داریم که از 6 تا جمله تشکیل شده. این مکالمه رو بریم گوش بدیم بعد من براتون توضیحشو بدم. Hi. Hallo, Ich heiße Kaya. Wie heißt du? ich heiße Sandra. Freut mich. Freut mich auch.
خب دوستان خیلی از این مکالمات استفاده بکنین برای اینکه هم لهجهتون قوی میشه، هم سرعت زبان آلمانی رو میبینید و این کمک میکنه. البته چون این حالا این وبسایت آموزشیه، یه کوچولو دارن به قول معروف با سرعت پایین‌تر از حد معمول حرف میزنن. 100% وارد خود کشور آلمان که بشه خیلی سریع‌تر حرف میزنن، ولی در کل سعی بکنید که اینا رو زیاد گوش بکنید. خب یه بار دیگه میذارم با هم دیگه ببینیم چی میگن. اول سلام علیکم. های Hallo. Ich heiße خب Kaya. اینجا Wie heißt اسمشو داره du? میگه، Ich میگه heiße اسم تو Sandra. چیه؟ میگه اسم من Freut mich. زاندرا. Freut mich auch. میگه خیلی خوشبختم. میگه منم همینطور، منم خوشبختم. خب من اینجا کانتینیو میزنم. Hallo. خب میگه که to greet someone we can say. خب بعد بین اینا هلو رو باید انتخاب بکنیم. خب اینو که قبلا خونده بودیم. Hallo. خب هلو رو بعد اینجا کامل کنی. شما کامل کنین یه بار، ترتیب اعداد رو بگید. چجوری می نویسیم هلو رو؟ خب به این شکله. اگه اینجوری گفتید درسته. Wie heißt خب wie heißt du الان چجوری به نظرتون میشه؟ دوتا گزینه‌ای که باید بزنم چیه؟ درسته. خب اینجا هم داره بهتون میگه اگه میخوایم بدونین که اسم یه نفر چیه، خیلی راحت ازش میتونین بپرسین wie heißt du. خب میگه که دو تا کلمه‌ای که معنی I am میدن، یعنی اولی باید معنی I بده، دومی باید معنی am بده. شما بگین دو تا کلمه چی هست؟ دقیقاً I به معنی ایش هست، پس من ایش رو میزنم. دومی am هست معنی بین. این دوتا رو میزنیم و میگه که I am برای زمانی که میخواین خودتون رو معرفی بکنید میتونین بگین ایسبین، بعد اسمتون رو بگین که حالا اینجا گفته یولیان. حالا یه نکته جالب بهتون بگم، تو زبان آلمانی J صدای J نمیده، صدای ی میده، یولیان. خب اینجا میگه که دو تا از گزینه هایی که هم معنی هم هستن رو انتخاب بکنید. کاملا مشخصه هلو و های هم معنی ان. این از این. ایش بین زاندرا با ایش هایس زاندرا هم هیچ فرقی نداره، چه بگی من زاندرا هستم چه بگی اسم من زاندراست، یکیه. اینم از این. Ich heiße Christiane. Wie heißt خب این du? جمله رو کامل کنید دوستان. Ich heiße Christiane. Wie heißt du? دقیقا اول ایش باید قرار بگیره، آخرش دو. خب میگه که من اسمم کریستیان هستش، اسم تو چیه؟ اینا رو دیگه یاد Freut گرفتیم. mich. این چقدر آسونه، واقعا زبان جذابیه. خب فقاید میشم که به معنای نایس تو میت یوه. فقط اینجا داره یه معنی در واقع فقاید تو میش رو بهتون میگه، به معنای اینه که خیلی خوشحال شدم از دیدن شما، که همون خوشبختم ما مثلا میشه. Freut mich auch. خب فقاید میش auch معنای نایس تو میت یو تو بود، درسته، پس true. Ich heiße خب Anna. اینجا هم این جمله رو باید Freut کامل mich. بکنین. Ich heiße Anna. Freut mich. خب میگه که وقتی که میخواین به صورت خیلی محترمانه خودتون رو معرفی بکنین و پولایت باشین به اصطلاح، میایید بعد از اینکه اسمتون رو معرفی کردین کلمه فقاید میش رو هم اضافه میکنین که محترمانه تر باشه. Hallo, ich heiße Miriam. Freut mich. خب اینجا داره میگه که Hallo, ich heiße Miriam. فقاید میش. خب ما دو تا الان داریم که خیلی شبیه همن، یکی فقاید میش auch داره، یکیش فقاید میشه. ما این رو میخوایم، پس شماره 3 میشه گزینه درست. اینجا چی گفته؟ گفته که به این شکل میتونید خودتون رو معرفی کنید توی زبان آلمانی، که گفتیم شکل محترمانش هم هست. چرا؟ چون با فقاید میش همراه شده. خب بچه اینجا میخواد بهمون بگه که چجوری به کامیونیتی بوسو اصلا بپیوندیم. یه کامیونیتی داره که بهتون گفتم که همون نقطه قوتی بود که در مقابل دولینگو داشت. پس حالا میگه به ما که من چجوری به این کامیونیتی اصلا میتونم اضافه بشم، و حالا اینجا میخواد بهمون یاد بده. خب فکرم آخرین تمرینش مربوط به کامیونیتیه. Wie heißt du? خب wie heißt du ما اینا رو دیگه بلدیم، من سریعتر میزنم. Ich heiße Samir. Ich bin خب Amanda. میگه ich heiße و ich bin جفتش یه معنی میده، به معنای I am. درسته حالا اینجا به معنای my name is هستش، ولی خب همون معنی رو میده. اینجا true هست.
Ich heiße Heidi. خب ich heiße هایدی. اینجا بهتون گفتم دیگه ای آی صدای آی میداد. میبینین اینجا حتی تو اسم طرف هم به این شکل نوشته شده. خب این هم که گفته بودیم. Ich bin Juan. Ich bin Juan. خب اینجا فروید میش که نمیتونه باشه، هلو هم نمیتونه باشه، پس این هستش. Ich bin Tristan. خب من ایش رو اولش بذارم درست میشه جمله. Ich bin Tristan. خب اینجا هم داره میگه وقتی که قبل از صدای CH صدای آی داره میاد، همون صدای هیسینگ کت رو دوباره درست میکنه، همون صدای به این شکل درست میشه. پس قبل از اینکه CH بیاد، اگه قبلش آی بیاد به این شکل باید حتما تلفظ بشه CH. Ich bin Juan. خب اینجا هم ich bin رو ما درست میکنیم. Ich bin Nadja. Ich heiße Max. خب اینجا هم خودشون رو معرفی کردن و میگه که I am میتونه به 2 تا کلمه آلمانی ترجمه بشه، یکی ich bin، یکی ich heiße که ما خب میدونیم این رو. Ich bin Nadja. ببینید وقتی میمدم الان تایپ بکنم یه سری کرکتر اضافه این پایین برای من آورده. اینا رو من انشالله تو اون ویدیویی که مربوط به در واقع حروف الفبای آلمانی هست کامل براتون توضیح میدم. این همون استتی بود که با هم صحبتشو کردیم و اینجا هم او اوملاوتی بود که با هم صحبتشو کردیم. پس ما یه او اوملاوت داریم و یکی او اوملاوت داریم، یک آ اوملاوت داریم و حروف دیگه ای که حالا جلوتر بهتون میگم. پس اگه از این حروف خواستین استفاده بکنین از همین گزینه ها میتونین استفاده بکنین. الان چی گفته این جمله؟ Ich خب من الان bin نمیخوام چیز Nadja. خاصی استفاده کنم، رو کیبوردم بی و آی و ان رو دارم، نیازی نیست از این پایین بیاین چیزی انتخاب بکنیم، ولی ما توی ویدیویی که جلوتر قرار بگیم کامل اینا رو شرح میدیم براتون. پس ich bin Nadja. اینجا میبینید که نادیا رو میخواد بگه با جی استفاده میکنه چون جی صدای یه میده توی آلمانی. خب اینجا بخش کامیونیتیه. ببینید میگه که اولین کانورسیشن خودتون رو بفرستید برای کامیونیتی. از 2 تا حالت میتونید استفاده بکنید، یکی بنویسین یکی بگین. حالا چی باید بنویسین چی باید بگین؟ گفته که wie heißt du، اسم شما چی هست، what's your name، و این رو باید به زبان آلمانی یا زبانی که دارید تو این سایت یاد میگیرید بگید یا بنویسید. من میگمش این رو، من اسپیک رو میزنم، من این دکمه رو که بزنم میتونم الان صدام رو بفرستم برای کامیونیتی، ولی خب 100% شما هم صدای من رو میشنوین. من الان اینجا میخوام این دکمه رو بزنم و اسم خودم رو بگم. اینجا هم از شو هینت میتونید استفاده کنید که ببینید در جواب چی باید بگیم. مثلا بگین های ich bin یا ich heiße یا ich heiße که حالا اینو جلوتر بهتون میگم. یه بار با 2 تا اس هیچ فرقی نداره، ولی خب بهتره که با ست بنویسین، قشنگتره. حالا بازم خودتون میدونین. من اینجا الان میخوام بگم که اسم من ابوالفضله، پس باید چی بگم؟ Ich heiße ابوالفضل. این رو میگم و سند کامیونیتی رو میزنم. این الان میره برای کامیونیتی و انشالله در جلسه بعدی که ما اومدیم میبینیم جواب بقیه‌ای که برای تکلیف من الان میفرستن. الان من اینجا بزنم find German speakers، میایم توی کامیونیتی و میگه که یه زبانی که خودت توش نیتیو هستی رو بگو. متاسفانه زبان فارسی هنوز به این وبسایت اضافه نشده. من نکست رو چند بار میزنم ببینیم به زبان فارسی میرسیم. نه. پس چی شد؟ الان من زبان نیتیو هم شد زبان انگلیسی. خب متاسفانه این گزینه وجود نداره، ولی اونایی که زبان آلمانی رو انتخاب کردن ببینید اینا همشون اسپیکرهای آلمانی ان. شما میتونید همشون رو فرند ریکوست بفرستید و تکالیفتون رو براشون ارسال بکنید. من الان برای همشون یه فرند ریکوستی فرستادم. continue learning continue و میبینید که به این قسمت رسیدیم. خب چک پوینت رو هم با هم بریم. یه کویزه خیلی سریعه که از تمام چیزایی که یاد گرفتیم سوال میپرسه. بریم ببینیم که چجوریه. خیلی ساده است، همون سوالایی که قبلا جواب دادیم و دوباره ازمون میپرسه. خب اینجا بزنیم Ich bin Nadja. Ich heiße Max. درسته. ich bin ich heiße. اوکی. Ich bin خب اینجا باید تایپ Nadja. کردیم. این رو تایپ میکنم. نکاتشو گفتم دیگه. Ich bin Juan. هر جا بچه ها سوالی براتون پیش اومد حتما کامنت بذارید. Hi Patrick. خب های درسته. مدل مخفف هلو بود. Tschüss, Johanna. چیز قرار بود که خداحافظی غیر رسمی باشه برای کسانی که حالا با هم خیلی دوستن یا صمیمیان. چیز یا گفتیم TSCH به معنای صدای چه هست. او اوملاوت صدای او میده
خب اینجا اسم رو هم که به این شکل نوشته. Freut mich auch. Freut mich auch. به معنای nice to meet you too. Wie heißt du? Ich heiße Lisa. Freut mich. Freut mich auch. خب تمرین یه بار دیگه هم قبلا با هم داشتیم. میگه که آیا این خانم میگه که nice to meet you too؟ بله، آخرین جمله‌ای که میشنویم ما freut mich auch هستش که از طرف این خانم هست. حالا این عکس ها دوستان زیاد مهم نیست. خب Freut mich. Freut mich auch. من auch رو فقط ندارم، این رو اضافه میکنم. اینجا میگه auch به معنای to هست، میدونستیم. Freut mich. این گزینه هست. Freut mich. Ich bin Tristan. درسته. ich bin بچه ها به هم نچسبیده، حواستون باشه، 2 تا کلمه جداست به این شکل. Ich heiße Heidi. Ich bin ما Thomas. همونجوری که قبلا هم گفتیم ich heiße و ich bin جفتش یه معنا میده، به معنای I am یا اسم من هست. پس true درسته، دوتاش یه معنی میده، برای معرفی کردن خودمونه. میگه که 2 تا از کلماتی که معنای I و am میده، خب ما قبلا حل کردیم. I میشد ich، بعدیش bin. یولیا هم که حالا اینجا نوشته Ich heiße Anna. ich heiße Freut Anna. mich. freut mich. اوکی. Hallo, ich heiße Miriam. Freut mich. خب اینجا freut mich auch رو داریم این پایین، اینجا freut mich رو داریم. اون سری جابجا بود، گزینه سوم درست بود، الان گزینه اول درسته. خب Freut mich. این هم به این شکل. Freut mich خب auch. میگه که آیا freut mich auch به معنای nice to meet you too هست؟ بله دقیقاً درسته. و این کویز ما هم به پایان رسید. چپتر 1 رو دوستان ما کامل کردیم و همونجوری که میبینین گفته amazing now you can introduce yourself and ask someone for their names. یعنی که الان دیگه شما میتونید خودتون رو معرفی کنید و یا اسم یه نفر دیگر رو بپرسید ازش. خب خیلی خیلی عالی بود. امیدوارم که از این قسمت لذت کافی رو برده باشید. اگه دوست دارید که زبان آلمانی رو با من همراه باشید و یاد بگیرید، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، نظرات خودتون رو کامنت بکنید. اگه جایی رو متوجه نشدید، نیاز به پرسیدن داشتین، حتما برام کامنت بکنید. خیلی خیلی خوشحال میشم که بتونم به سوالاتتون جواب بدم. امیدوارم که مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی. Peace out guys.